بازاریابی سنتی در دنیای مدرن. عمان یکی از پتانسیل‌های خاص خودش داره. عمان نمیتونی زیاد آنلاین بازاریابی کنی. خب خیلی مثلا 20% 10% به ندرت توی عمان حتما با بازاریابی سنتی انجام بدی. ببین دوره خصوصیه، دوره پابلیک عمومی نیست که من از سیگار حرف نزنم، تمام حرفا رو بزنم. برای مثال شما اگه میخوای یه شکلاتی رو توی بازار پخش کنی، سیگار توی بازار پخش کنی، هر چیزی که توی مد نظرته، هر کالایی که مد نظرته احساس میکنیم تو این جامعه خیلی مصرف میشه، باید یه ماشین داشته باشه توی عمان. مثال میزنم، 10 کارتون شکلات پشت ماشین میذاری، میری تمام مغازه رو یکی سلام من این شکلات دارم، مدل شکلات اینه، قیمتش اینه، چند تا نمونه هم بده تست کنه، هر موقع خاصی قیمتش اینه، این شماره تلفن. همینجوری کلید موفقیت همینه. خیلی از بچه‌ها لاری با همین کار دارن پیش میرن. من هیچ موقع نتونستم در مورد موضوع حرف بزنم. شاید بچه‌هایی که این کارا رو انجام میشن ناراحت میشن، میگه صفی داره کار ما رو داره خراب میکنه. خب خیلی خسته شدم، سعی میکنم بین حرفام یه آهنگ 20 ثانیه 30 ثانیه بذارم که خسته نشین. ولی موظفین دیگه این دوره رو گوش کنین دیگه تا آخرش. پول دادیم بهش، پول دادی دیگه با تا آخرش بشینی از 100% 10% بفهمی گنجیه. گرفتی چی شد؟ همین برگ برنده عمان همینه. تمام برگ برنده عمان همین یک کلمه، بازاریابی سنتی. قشنگ شکلات، کلوچه، بستنی، بهت بگم آجیل، صنایع دستی مربوط به این چیز، جا بابری، یه کارت بیزنس داشته باشی تمام. حتما نیازی نیست، حتما مثلا منی که وارد کننده شکلاتم مثلا نیازی نیست مغازه داشته باشه، یه انبار داشته باشی کافیه برات. یعنی عالیه. خوشت اومد؟ تجربه خوبی بود. خلاصه یه موزیک ببینید، بریم قسمت دومش هم ببینیم که در مورد